ابوحنیفه که بود و چگونه فقه حنفی را پایه‌گذاری کرد؟ امام ابوحنیفه یکی از بزرگترین فقیهان تاریخ اسلام در سال 80 هجری قمری به دنیا آمد. نام اصلی او نعمان بن ثابت بود. پدرش از مردم پروان، منطقه‌ای در خراسان بزرگ و در خاک امروزی افغانستان بود. خانواده‌اش پس از مهاجرت به کوفه عراق رفتند، جایی که امام در آن پرورش یافت. او ابتدا در حرفه پارچه فروشی فعال بود، اما عشق به علم مسیر زندگیش را تغییر داد. امام ابوحنیفه در محضر بزرگان بسیاری درس خواند، از جمله امام جعفر صادق. ذکاوت، منطق قوی و تسلط بر قرآن و حدیث او را در میان علما ممتاز ساخت. او بنیانگذار مذهب حنفی است، یکی از 4 مذهب اصلی اهل سنت. در فقه حنفی استفاده از عقل، رأی و قیاس جایگاه ویژه‌ای دارد. این روش فقه او را پویا و هماهنگ با نیازهای زمان ساخت. او به اجتهاد علمی، اخلاق و آزادی اندیشه اهمیت فراوان می‌داد. امام ابوحنیفه از پذیرفتن منصب قضاوت توسط خلفای عباسی خودداری کرد. او معتقد بود بدون استقلال، عدالت ممکن نیست. به همین دلیل زندانی شد و در سال 150 هجری قمری در بغداد درگذشت. امام در همانجا به خاک سپرده شد و آرامگاهش تا امروز پابرجاست. او نه تنها فقیهی برجسته، بلکه نمادی از ایمان، تقوا و ایستادگی بود. امروز میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان از پیروان فقه حنفی اند. نام امام ابوحنیفه با عقلانیت، عدالت و اصالت اسلامی در تاریخ می‌درخشد. اگر این ویدیو برات جالب بود و تونست حس کنجکاویت رو بیدار کنه، خوشحال میشم بدونم دوست داری زندگی کدوم شخصیت تاثیرگذار رو برات تعریف کنم. اسمشو برام توی کامنت ها بنویس. من اینجا هستم تا با هم قدم به قدم تاریخ رو برام بزنیم. لایک و فالو یادت نره که داستان‌های بعدی شاید دقیقاً همونی باشه که تو دنبالش می‌گردی.